اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان، امروز سیوم درسی آموزش زبان عربی قسمی شناسایی با الفبا، یعنی حرف های عربی. در درس گذشته برای شما دوستان پیشکش کردیم و بیان کردیم که حرف های زبان عربی 3 حرکت دارد: زبر، زیر و پیش، یعنی فتحه، کسره و ضمه. این 3 حرکت را برای شما دوستان گفتیم و در این درس، در درس سیوم، میخواهم برای شما شکل‌های حرف‌های عربی در کلمه که در اول کلمه بیاید چی طور است و در بین کلمه بیاید، در وسط بیاید چی طور است و در آخر کلمه بیاید چی طور نوشته می شود، میخواهم این را پیشکش بکنم. این رسمی که شما حالا در این ویدیو میبینید، در این نوار میبینید، این رسمی الفبای زبان عربی هست، یعنی حرف های زبان عربی. خب همچنان قید کردیم در این درس سیوم بنده میخواهم برای شما حرف ها در اول کلمه بیاید چی طور نوشته می شود آن رو بیان بکنم که در اول کلمه چی طور نوشته می شود. خب این الف هست، حرف الف. الف زبر ا. ببین در اول کلمه چطور نوشته می شود. با زبر با. حرف با در اول کلمه به این طریق نوشته می شود. تا زبر تا. حرف تا هم به این طریق نوشته می شود. ثا زبر ثا. حرف ثا. ببین حرف با تا ثا 3 حرف خانه‌اش چی است؟ یک است. تنها در تگی با 1 نقطه است و در بالای حرف تا 2 نقطه است و در بالای حرف ثا چی؟ 3 نقطه. این نقطه است که این حرف را برای ما آشنا میکند، شناس میکند و آن را ما بیان میکنیم. جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا. ببین جیم ح خا، این 3 تا چی است؟ در اول کلمه به این شکل نوشته می شود و باز این 3 خانه هاشون، این 3 حرف خانه هاشون 1 است. جیم در پایانش نقطه دارد و ح به نقطه است و خا در بالایش نقطه دارد. در اول کلمه جیم ح خا به این شکل نوشته می شود. این حرف دال، دال زبر دا. دال با حرف بعدیش نمی چسبد. دال زبر دا. ذال زبر ذا. این حرف زال است. ذال زبر ذا. ببین حرف دال و زال هم هر دوش به 1 خانه، به 1 شکل نوشته می شود. تنها در بالایش چی است؟ در بالای زال نقطه است و در بالای دال نقطه نیست. را زبر را. زا زبر زا. ببین حرف را، حرف زا هر دوش 1 هستند ولیکن در بالایشون چی است؟ نقطه است. را زبر را، زا زبر زا. حرف را و زا در اول کلمه به این شکل نوشته می شود. در زبان عربی 6 حرفی هست که به حرف های بعدیش نمی چسبد. حرف الف هست، حرف دال هست، حرف زال، حرف را، حرف زا و در پایان میخوانیم حرف واو. این 6 حرف با حرف های بعدیش نمی چسبند. خب این حرف سین، سین زبر سا. سین در اول کلمه به این شکل نوشته می شود. سین زبر سا. شین زبر شا. ببین سین و شین هر دوش خانه‌اش 1 است، تنها با نقطه فرق میکنند. به اول کلمه وقتی سین نوشته شیم به این شکل می نویسیم، وقتی شین نوشته شدیم به این شکل. صاد زبر صا. صاد زبر صا. حرف صاد هم در اول کلمه به این شکل نوشته می شود. ضاد زبر ضا. حرف ضاد در اول کلمه به این شکل. ببین حرف صاد و حرف ضاد هر دوش به یک شکل هستند، تنها نقطه اینها را جدا میکنند. تا زبر تا. ضا زبر ضا. حرف تا هم
به مثل حرف ضا هست لکن به نقطه هست. حرف ضا چی دارد؟ نقطه دارد. این هم خانه هاشون یک است. در اولی کلمه حرف طاقت اگر نوشته نشدیم با این چه؟ با این شکل نوشتیم که دوام دارد. بعد از این باز کلمه را یعنی قش میکنیم. حرف تا و ضا یعنی با حرفای بعدی میچسبد. عین زبر ع، غین زبر غا. حرف عین هم به مثل حرف غین هست، هرچه خانه‌شون یک است. تنها نقطه هست که اینها را چکار میکنن؟ جدا میکنن که عین بالایش نقطه ندارد و حرف غین چی؟ بالایش نقطه دارد. ف زبر ف، قاف زبر ق. فا و قاف هر دیرم خانه‌شون یک است در اولی کلمه. وقتی در اولی کلمه اگر با حرف ف کلمه را ما بنویسیم و یا که با حرف قاف خانهش یک می شود، لکن فا در بالایش یک نقطه دارد و قاف در بالایش دو نقطه دارد. کاف زبر که، این کاف در اول کلمه است. در اول کلمات کاف نویسیم به این شکل نویسیم. لام زبر لا، این هم لام در اول کلمه هست. لام زبر لا. میم زبر ما، میم شکل اول کلمه، در اول کلمات میم نوشتیم به این شکل نوشتیم. میم زبر ما. نون زبر نه، حرف نون در اول کلمه به این شکل نوشته می شود. خانه نون در بالاش یک نقطه. ببین همچون گفتیم حرف با تا ثا و نون این چهار حرف خانه هاشون یک است. تنها حرف با در بالاش در تگش یک نقطه دارد، حرف تا در بالاش دو نقطه دارد، حرف ثا در بالاش سه نقطه دارد و حرف نون در بالایش یک نقطه دارد. ببین نون زبر نه، خانهش به مثل خانه با تا ثا است. واو زبر و، واو در اول کلمه به این شکل نویسیم. همچنین گفتیم 6 حرف هست که در زبان عربی با حرفای بعدیش نمیچسبند. این یکی از اون 6 حرفا چی بود؟ حرف واو. الف دال ذال و را و زا و واو. این 6 حرف با حرف بعدی نمیچسبند در کلمه. ها زبر ها، این ه است. ه زبر ها. ه اگر در کلمه با حرف ه نوشتنی که باشیم با این شکل نویسیم. ه زبر ها. این آخران حرف یا است. یا زبر یا. همچنین گفتیم ببین خانه با، خانه تا، خانه ثا، خانه نون به مثل خانه یا نوشته شده است، نه که در تگش چی است؟ دو نقطه است. حرفی به مثل با بگیم. با در تگش یک نقطه دارد و یا در تگش دو نقطه. کلمه اگر ما با حرف یا نوشته شدیم در اولش یا را با این طریق می نویسیم. ببین یا، یا زبر یا. این بود برادران عزیز مهربان حرفای زبان عربی در اول کلمه ها. انشاءالله اونقدر دشوار و مشکلی نیست. کمی اگر کوشش بکنید، کمی دقت بدهید، انشاءالله به زودی خواهید آموخت. خب در اینجا این درس را به پایان میرسانیم و باقی در امان الله جل جلاله باشید و سعی و کوشش خود را بکنید. البته انشاءالله به مقصد خواهید رسید و الله جل جلاله یار و مددگارتان باشد. در هر کجایی که باشید با یاد الله و با سعی و کوشش تعلیم دین و خدمت دین باشید. خداوند نگهبان و ذهن شما را الله جل جلاله برا و ذکی بگرداند تا اینکه حرفای زبان عربی را از خود بکنید و حفظ بکنید. قرآن خوان و قرآن دان و حدیث فهم باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.